بیشتر از یک هفته است که آسمان کابل آفتاب به خودش ندیده، ولی امروز یک کمی آفتاب رخنمایی کرد. با این وجود هنوز باران میباره و آسمان هم ابری است. دوستای عزیز، ما شاید احتمالاً حد زده باشین از چوک بی‌نظیر که در بک‌گراند ما دیده میشه، حد زده باشین که ما کجا هستیم. ما امروز آمدیم در بازار تایمنی تا از حال هموطنای ما که اینجا کاروبار دارند، زندگی میکنند و کسایی که این اطراف هستند احوال بگیریم ازشان و حال دلشان بپرسیم. با من میرویس جاید در این گزارش همراه باشیم. خب دوستای عزیز، بیاین که اینجا یکی از دوستا را پیدا کردیم. سلام، خوب هستین؟ جورست خیرتی آرام است. قربانتان، بخیر باشین. چیکار میکنین؟ آش میفروشیم، آش قروتی بدخشان. آش قروتی بدخشان میفروشین؟ شما از بدخشان هستین؟ از بدخشان هستیم. آش قروتی بدخشان، این آش چگونه آماده میکنین؟ آش در خانه قروت میندازیم، نخود میندازیم، ترکاری میندازیم. خود در خانه درست میکنیم، میریم در بازار سودا میکنیم دیگه. بیشتر در طرف بدخشان آش فکر کنم مشهور است و یکی از چیزایی که بسیار زیاد تعریفش میکنن قروتی بدخشان است. این قروتی بدخشان با آش قروتی بدخشان تفاوت داره یا که همو قروتی بدخشان و آش قروتی بدخشان؟ یکی قروتی کی است کورا دیگه چی میکنی؟ بورا میزنی، ایرا روغن میندازی میخوری. بازی که آش که دو ما قروت هم گرد میکنی، آش قروتی میشه. قروتیش دیگر هم بازی آش دیگر. آش قروتی دیگر هم. بهار امسال نام خدا بارندگی بسیار زیاد بود. این امروز هم باران میباره. دیگه من مطمئن هستم که بدخشان و امی ولایت‌های سمت شمال در کل فعلا یک فضای بسیار خاص خود دارن. از این بود که نظرت دمی بارانایی که امسال شد چی است؟ چقدر این میتونه که خودت چون بلدیت داری با زراعت و میفهمی که باران دمی حالتش اگر بباره تاثیر خوب داره یا که وقتش گذشته چه رقم؟ نه در بدخشان که از فعلا تا ماه سور تا آخرای سوره که بباره هر چقدر خوب میشه و باز باران که باشه در اومد خود دیگه حاصلات سیاه است. اینا پارسال که باران نبود حاصلات نبود. پارسال دیگه نمیشه اون یک باران کرد بعد دیگه خلاص شد. دیگه دید باران نکرد حاصل نشد. حاصلات هم نشد. حال که اگر حاصلات شوی باز میری طرف افتل یا که همینجا میباشی؟ نه میرم بخیر اگر خواست الله باشه باران باشه و حاصلات خوب شه میرم بدخشان میرم. قربانت عزیز دل، بسیار زیاد خوشحال شدیم از دیدارتان. انشالله که به کار و بارتان برکات بیاید. خب دوستای عزیز، فکر میکنم که در کنار یک ورزشکار قرار داریم. میفهمین که ورزش ها مختلف است و در هر رشته ورزش های گوناگون وجود داره. در کنار عزیز ما قرار داریم، امروزشان صحبت میکنیم و بیشتر از خودشان میشنویم. سلام برادر عزیز، انشالله که بخیر و سلامت باشی. اول خدا که یک معرفی بگو که کیستی، اینجا کجاست و چیکار میکنی؟ سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بیننده‌های کانال یوتیوب شما. اسم من سلیمان برای است، یک تن از ورزشکارای موتورسپورت افغانستان. دیگه کاروبار ما هم که است دکوریشن موتورسپورت افغانستان می باشه. نام خدا بسیار عالی. ورزشم که است موتورسپورت است، ورزش موتورسپورت است. ورزش موتورسپورت. ما امی اتفاقا امروز یک ویدیو را میدیدم در ولایت بلخ و او ویدیو را ثبت کرده بودن که یک مسابقه موتورسپورت در اونجا برگزار شده بود و از مسابقه موتورسپورت یا ورزش موتورسپورت که است در افغانستان یک ورزش جدید هست. زیاد در موردش خیلی ها نمیدونن. من میخوایم از خودت بشنوم که این ورزش چگونه برگزار میشه و شرایط و معیاراتی که در این ورزش هست چگونه است؟ ورزش موتورسپورت ورزش است که در افغانستان نو رشد کرده است و دیگه نو رسمی شده در افغانستان و تیم مرکزی که است تیم ماست و در مزار ما خود ما با یک تیم جدید ابتدا کردیم. بسیار با نام
تیم فدراسیون ملی موتورسپورت افغانستان می باشه. موتورسپورت و در شهر کابل یعنی در پایتخت خودتان می باشید. به نام تیم بولز است از مالدا کابل. تیم بولز. تیم بولز تیم مسابقات حرفه‌ای بولز. بسیار عالی. و خوب در این مسابقات بیشتر چه نوع موتورایی را شما کار میگیرین؟ معمولا احتمالاً شاید موتورای مثل بنز بوده باشه یا چه قسم موتورای مختلف است از کمپانی‌های مختلف، ژاپنی، موتورای جرمنی، هر رقم موتور از مثال مارکس، بنز، بی ام و دیگه موتورها زیاد است الحمدلله. در بخش آفرود، فرونر، لند کروزر این موتورها کلش فکر کو هستند. بسیار عالی. و یک چیز بسیار جالبی که وجود دارد لذت بخش است ورزش موتور اسپورت. لذت خاص داره و خیلی هیجان خاصم داره بدون شک. و بیشتر کسایی که هیجان دوست دارن در بخش موتور اسپورت میان و این گاهی اوقات میبینین که چرخ میزنن نه و دود به نام درفتینگ است. درفتینگ یکی چرخ جای به جای است که به نام دونات است، یکی درفت است که در سرک سیده میری تا چیزی که با درفت میزنی. یکی درفت است یکی دونات است. قبلا شما این قسم یک مرکز آموزشی هم دارین که در اونجا تمرین بتین یا تمرین ببینن کسایی که در ورزش مرکز آموزشی فعلا ما نداریم، مگم چند تا جوان با استعداد است که مثال اگر کس بخواد میتونه برش تمرین بده. چون بدون تمرین یک کمی خطرناک هم است و از این خطر داره. حادثه‌ام آمده خطر داره، حادثه‌ام آمده در موتور سپورت دیگه خطر خود داره هر چیز، مگم احتیاط شرط اول است. خب دوستای عزیز، بازار تایمنی یکی از بازارهایی است که در اینجا شما میتونین اجناس گوناگون پیدا کنین. یعنی قسمی که ما همیشه اینجا آمدیم و دیدیم همیشه بیروبار خود داره و بهتر از اوی است که همیشه شما از این کراچی ها میبینین که وسایل گوناگون میفروشن. یکی از برادرای ما هم اینجا هستن که همراهشان صحبت میکنیم. سلام، خوب هستی برادر؟ علیکم سلام برادر، خودتان خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ قربانتان، بخیر و سلامت باشین. اینجا چیکار میکنین؟ این رولای آشپزخانه رو من سودا میکنم به این مردم تایمنی عروس. چطور است فروشات؟ ان خوب است؟ شکر الحمدلله، چیزی که از الله مقرر است دیگه. همون قسم است، بدون شک آنچه که خداوند نصیب ما کرده امور را به دست میاریم. و از این بگو که باز در فامیل یا در خانواده تنها خودت کار میکنی؟ در فامیل دو نفر کار میکنیم، یکی برادر کلانم است، یکی خودم این جانب. خودت کار میکنی؟ و چقدر وقت است که کار میکنی؟ در کنار از اینکه کار میکنی خودت مکتب خواندی، تحصیل کردی؟ مکتب نخوندم نه، ولی خط یاد دارم. نام خدا، یعنی با استعداد هستی ولی نخوندی؟ بله مکتب نخوندیم، نه خیر. بسیار خوب، انشالله که بخیر شرایطش مساعد شود که خودت مکتبم بخوانی. و از این بگو که مردمی که در تایمنی میاین، زندگی در تایمنی، خودت بیشتر اینجا میباشی، خودت میفهمی روال زندگی مردم اینجا را و بگو که چگونه است زندگی در تایمنی، چگونه میگذره بازار تایمنی. ما خود دیر میاییم، یگان چکر میاییم، ولی خودتان در جریان هستی بازار تایمنی یکی از بازار کابل میباشه که بسیار پرجوش جمع مردم در میجه میباشه زیاد. اکثریت سودار مردم از تایمنی فعلا میگیرن، از تایمنی میگیرن. من نگفتن نمونه مردم تایمنی بسیار مردم خوب، بسیار مردم مهربان است. خب دوستای عزیز، باز هم در کنار یکی از دوستای دیگه ما قرار داریم. بگذارین که از اینا بشنویم. سلام، خوب هستی برادرم؟ جانک جور است ان شاء الله؟ شکر. خوش میبینیم تا. بخیر باش. ولی خوش نیستی چرا؟ الله کار. چطور است کاروبارا؟ شکر میشه روز 100 کنیم 100 مقابلش. روزی 100 کنیم 100 میشه؟ این بادکنکایی که خودت میفروشی اینا گازی هستن؟ گازی هوایی هستن. گازی هوایی هستن. اینا رو باز بیشتر چه کسایی میخرن؟ بیشتر کسایی که عاشق هستن اینمیا میخرن. نامزاد هستن اینمیا. کسایی که نامزاد هستن، کسایی که عاشق هستن، اونا بیشتر از خریداری میکنن. اطفال هم میخرن؟ اطفال از اینی رقمایش میخرن. از اینایش میخرن. اینا یک تا طفلک دیگه هم خریده که دختر بود و از همون دخترها قلبکا را میخرن، بچه‌کاش که از اینی رقمیاش میگه دو تایی.
ها اینا چی به نام چی یاد میشه؟ این به نام دوتایی نیا به نام قلبک و ستاره‌ای. اونا به نام ستاره یاد میشه. از این بگو که خودت در کجا زندگی میکنی؟ در می تایمنی زندگی میکنی یا هم که 500 فامیلی؟ خودت از 500 فامیلی هستی؟ از 500 فامیلی تا تایمنی را باز چقدر راه است؟ 1.5 ساعت 1 ساعت راه است پای پیاده. پای پیاده میایی؟ بسیار خوب. مکتب میخوانی؟ صنف چند است؟ صنف 10. صنف 10؟ ماشاءالله. مکتبم شروع شد دیگه. چطور است درسا؟ چطور است دیگه میشه؟ در چند روزی که گذشته راضی بودی از درسا؟ کتابار تازه کتاب. مکتبت حتما تایمش از طرف صبح است. تایم صبح. بسیار خوب. باز در کنار خودت در خانواده کس دیگری هم کار میکنه یا که تنها نانآور خانه یا پدرم است دیگه خلاص. پدرت چی کار میکنن؟ کراچی دارن. انشالله که موفقیت های بسیار زیاد نصیبت شوه و خوب درس بخوان. انشالله روزی شوه که این روزا برات یک خاطره باشه. میخوانیم دیگه روز خدای عباس تیر نمیکنیم. خب دوستای عزیز، هنوز هم باران کم کم میباره. در کنار یکی از هموطنهای بسیار عزیز ما آمدیم. این می آدم که چهرهش من میبینم در دو تا از قومای بسیار عزیز ما میخوره، یا از قوم هزاره هستن یا هم از قوم ازبک، ولی من میخوایم همراهشون بیاین یک بار ازبکی کنم. اگر ازبک بود خب باز ما جر میایم. سلام، ساقمسیز yaxshisiz جان بخیر بولین جان. قربان سلامت بخیر بولین. siz o'zbeksiz? بله bizlar o'zbekmiz. Bale o'zbekmiz. qayerda o'zbeklardan? Bizlar Dareysufdan bo'lamiz. Dareysuf nimadan? Dareysuf Samangonga bo'ladimi? Samangandan bo'ladi. Dareysuf poyin bolasi va bizlar Dareysuf poyingamiz. Dareysuf poyinga. Bale. Ha. Siz buni ayting-ki, qancha vaqt bo'libdi Kobulga yashaysiz va buni ayting-ki, Kobul qandoq? Famil chergami yoki o'ziz shundoq faqat kor uchun kelibsiz? Yo'q, bizlar shu familizda shu yerga ishlaymiz, shu yerga bedel muzokara qilamiz, bu yerda shu yerda mol olamiz, shu yerda biz saratlarga ishlaymiz, xo'p? Bu yerda saratlarga ma'lum marnda olib kelamiz, sotamiz, shu yerga bir 2 rupiya qarib uchun. Olamiz, sotamiz, bu yerda shu yerga bedel mardim zang uradi vaqtdan betdan olib kelamiz, qoladi shukr 200, 300, 400, 500 ya ko'p ya kam qilib familizda shu yerga o'lga o'tiramiz, oyiga 11 ming kira beramiz shu yerga. 11 ming bu joyga avli qaysi qismatga? Mushtarak avvalga Pro'joy taymaniga, pishta maktabimizga shu yerga. Shu yerga o'tiramiz, oyiga 11 ming kira beramiz. Shu yerga. Necha yil bo'ladiki siz bu Kobulga yashaysiz? Bizlar taqriban bilan 6 yil bo'ladi degan shu yerga ishlaymiz shu yerga. 6 yil bo'ladi. Oyni ko'naga ishlaymiz. Oyni ko'nadan so'ng bu yerda kam-kam shikasta o'rganib shikastga ishlaymiz hali shu vaqtda. Hali endi mo'ysaysa ko'ringizni katta qilyapsiz. Bale. Shu vaqtda ko'p yaxshi ishlaymiz hali shu vaqtda. Endi men siz bilan o'zbekcha gaplashyaptim. Agar mutavajjih bo'lsangiz, ya'niki men ham o'zbekman. Va siz nazaringizcha ya'ni shunchani bilmadingiz-ku hanuzgacha? Nega bilmadim hali. Bundan kelingki, men qayerda o'zbeklardan bo'lsam nazaringiz? Siz nazaringiz o'zbeklar turkmanlardan bo'lsangiz yashaydi. Men turkman. Turkman qaydachi turkmandan bo'lsa, qavmimiz bilan bizlarga nizik maqsad bo'lar. Xo'sh, shunday bir maqsad chakar borgan yo'qmiz-ku? Shunday izzatini eshitamiz, o'da turkman bor, o'zbek bor, Anqoy bor, u yerda o'g'i Tojikiston bor. Maqsad shu juq-juqlarga ham siyamiz siz bizlarga. خب دوستای عزیز، خودتون میفهمین خب ما در بهار قرار داریم. بهار هم فصلی است که مکاتب شروع میشه و آمدیم در یک بایک فروشی که همراه این برادر صحبت کنیم. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر باشین. قربانتان بخیر باشین. میشه در نخست شما خودتان هم معرفی بکنین و بگوین که اینجا چیکار میکنین در بازار تایمنی؟ این بازار تایمنی اسمم حسیب الله است. دیگه مسئول کار بار بایک است دیگه. فعلا سیزن بایک از مکتب است دیگه. سیزن همه قسم از فصل بایک است و فصل مکتب است دیگه. چطور است فروشات؟ انشالله خوب است؟ خدا را شکر خوب است. نظر به سابق شاید ممکن بهتر شده باشه. نظر به پارسال دیگه یک ذره چیز است، کمتر شده. کمتر شده؟ پارسال خیلی بود. مردم وضعیتش خوب نیست دیگه.
از همون بایکی که پارسال خریده دیگه امسال از همون هم استفاده میکنه. استفاده میکنه. نسبت به پارسال دیگه چیزش که بود هم سیزن که بود بیشتر فروشات ما به این وقت سال دیگه ما وقت نمیداشتیم بیشتر بیادر گفت که ما مشتری داریم صحبت ما دو سیزن که می آمدی دیگه ما میتو فرصت نبود برای ما که ما با شما صحبت کنیم. حالا دیگه فعلا سیزن ها دیگه مردم ها چیز هست. اقتصاد ضعیف است دیگه تو بیشتر تو خوب است بازم خدا را شکر نسبت به سابقی تو خرید فروش و کمتر شده. انشالله که بهتر شوه و فروشاتتان هم بیشتر شوه. خب دوستای عزیز، ما در کنار یکی از عزیزان دیگر خود قرار داریم. ما چند دقیقه قبل گفتم همین میایه یا نه، باز گفتن که نه نمیایه. خب میشه که شما خدا معرفی بکنین و بگوین که اینجا چی کار میکنین؟ سلام علیکم، عبدالحمید هستم، باشنده تیمنی، پروژه تیمنی قلم کتابچه سودا میکنم. یک موضوع بسیار خوبی که اشاره کردین این بود که شما خودتان باشنده تایمنی هستین؟ نه خیر، نه همیشه بود کاروبار میکنیم، همیشه دیگه فکر که باشنده هم هستین. باش میشیم. چند سال است که اینجا کاروبار میکنین شما یا چقدر وقت میشه؟ 2 ماه، 1 ماه، 3 ماه آمدیم. مقصد تو دائمی نیستیم، اما وقتدار کار میکنیم. وقتدار کار میکنیم. چطور است بازار تایمنی را چه قسم میبینین؟ بیروبارش، مردمش؟ خوب است، بعد گفتنی نه، نظر ده که به جیب اقتصاد مردم است. اگر مردم توانایی داشت میاد بازار میگرده، که نداشت نمیاد. باز خوب است همین کل مسلمان ها که من توکل به خدا، مزدور خداوند به مزد نمیبانه، خداوند ریزشان نمیرسانه، کلشان به امید میآیند. مزدور خداوند به مزد نمیمانه. بسیار یک نکته جالب را اشاره کردین. و خودتون اینجا کتابچه و قرطاسیه باب میفروشین دیگه؟ خب دوستان عزیز، در فاز اول قسمت بازار تایمنی تقریبا تمام شد و ما تقریبا در نیمه بازار تایمنی قرار داریم. برنامه امروزی را همینجا به اتمام میرسانیم. در برنامه بعدی باز انشالله با شما هستیم و باز هم با یک گزارش سریع دیگر در خدمت شما قرار خواهد گرفتیم.